ججوخان فرزند اللهوردی بیگ در روستای حصار لطف‌آباد در درگز خراسان به دنیا آمد. اغلب مردم او را به خاطر حس ایران دوستی‌اش می‌شناسند. وی در اوایل قرن 14 هجری خورشیدی، زمانی که روس‌ها شمال خراسان را اشغال کرده بودند، علم مقاومت برافراشت. پاسگاه‌ها و نیروهای روسی را در مرز هدف قرار داد. دارایی‌هایشان را مصادره کرد و میان مردم فقیر تقسیم نمود. محبوبیتش چنان زیاد بود که به او لقب نادرشاه دوم را داده بودند. سرانجام در بهمن 1290 خورشیدی در پای کوههای شاه جهان، پس از تعقیب و گریز سخت در مسیر قوچان و خرق، در بیشاباد بام و صفی آباد توسط روس‌ها کشته شد و نهایتاً پیکر بیجان او را به شوروی فرستادند. نام ججوخان امروزه در میان مردم خراسان به عنوان نمادی از شجاعت و ایستادگی جاودانه شده است.